دینا کنسرت داشته چیزی گفته مظلوم مردم بسیار عظیم شما گفته سلام باشتون بسیار عزیز سربلند باشتون خونه همه دو توی شما بخیر فرزند شما بودیم یا وقت دایده میکشته من امروز خدای تعالی از اگر پروژه محروم شده باشیم اگر انشاءالله خان با همین شعار گفتاست که اگر با عربوران هم پایم بازانو گرنا آیم بی‌وفایم همین تا ظلمم تو همین میانم که اگر دیجا بشه من برای شما خدمت بکنم همون چیزی که می آفرم آرزوهای نیک در زمینه این کار شما هم چیزی مدرک ما سرام دست میکنید برای که مردم بسیار فیض برکه خوب دارد برای که از روز ازل مردم تاجیکستان بگن که حضرت خوجه چیزی همین دسترخوانش در حساب تکان بگه کم کمک دست ایران تکان تاجیکستان بگن همین علاقش مردک سگرک ها با منادی من فکر نمیکنم همین شخصایی که بچه‌هایی که کم مقدم امروز برای زندگی در جاهایی که نمیرن کار نمیکنن شخصای پیدا شدن که کارخانه ها کنن و همین در اینجا باشیم با من همین شادی همین دادره کم باره من همین خوش شخص میرم اگر همین ماده تاجیکستان نگیره از این نمیشتم از این همین بودی شدگیش همین این هم مشفقی تازه خیلی خدای تعالی شما که ندارد من باره من همین پشتی پرده چرا صحنه ببینید تو صحنه تو عدل نه برونده رقص میکنی زایرت کیفی سلام باشی برهان جان گفته خدود برهان جانم مادر خدا نه وقتی بدونیستیم واز بودی که آسان ارتسا بودی کشتن سلام باشی روزگار بود چی بود تمام برهان برای که تمامی شاگردای من شخصا سرگردان تورمان میکنم جاد من دوست میدارم همه تو دوست میدارم یک بانده دوست دیگه دارم کمیسیون داماسکو و من سرکار دوست میدارم اسپادی دیگه با اصلی جون گفتم خیلی چی میگن همین سگرا مردم هر کس دستگیری میکنن که باید من دیخوانم لیکن دبون شما برو ممکن باید یا تیران نداشتم این تیران خدمت تقسیم کنیم در اینجا نیستم بیزور در غریبی هستم برای کارشون شما کستکاشو سوری پیش از اون جمله شما توی تماشا کنید خانه شما با بار باشید جناب جان فوزک برهان جان توشمرو دادرم رشید تجو تو امور رشیدی که هر چیز میگن نمیگن کو مردان من شاگرد زفر موزی رو دیدم اما میبره بلند گفتم استاد ما یک کابل دسته من دیدم ادا گفتم که استادی شما کی من گفتم که تجربه برای هر یک فرزند پدر مادر استاد حساب میشه برای که چونکی پدر قرآن کریمی میگن مادر تربیتگر است من گفتم که پدر مادر برادران هستن لیکن در راهی گفتم صنعت پروفسیونالی استرادی این توجدی محیط نفاست و دوم گفتم نفری که من مردی آموزش است زفر نوزیموف یک گپ میگفتن میگه که سگرا من بسیار خورد میکرد چی میکرد با من قهر میکرد گفتم استاد من شما خیلی غم میگید من میگم سگرا من همین تو دوست میدارم برای همین نمیشه که من هیچ شکی به شخ کنم من تو دوست میداشم مخالفت میکردم برای چی میگم رشید جان برای ام زفر نوزیموف گفته که همین مردی که گناه میکنه دگردان میکنه این همین مرده من تو گناه هم دگردان کشیده این یکو شخصیتی ها چی نبسته ما فرزند شمایی همین آبادی و همین ویرانی ما کو دست شمایی همین سگران سگره ما ان شاء الله قاعده مردا اگر دستگیری آبادش بکنیم برای همین یقین نمیشن اون در کار بشم میخوام مشت میزنم همین مود یاد بگیرید حاضر در تاجیکستان ما یگان چین و نبگم ما حساب مردم زنیشار هستیم حاضر در تاجیکستان من بعد از همین چیز حکومت شوروی میخواندن 70 سال همین محلچگی نبود وقتی محلچگی ساخت شده هر تمام میدونید که در وضعیت همین امروزات مثلا حکومت در کجا کدام میسوره کدام وظیفه داره کانتر کنیم خدای پروری اینا یا من نمیگم بگن که سرهای بگن پرور بسیار آدمو میگن هر تمام میدونید یک دو اینجا آدمو داخل نداره قربان نام دو قربان همین گفتی مردا که هم کسی پروپتون باشد سگرای دستگیری کنه این درگام کسی وای نداره این هر یک مردی هر یک شخص وابستگی داره من همه جنایت که یک دهقانی من همه بچه پول دارم یا میگم ما خدی جوری تو دارم انسان تیز داره ولی اما من که در توی خدمت کنم بعد پولش در کار نیست بعد انسان دل توزگیش در داره سلامت باشید با چند سال برای شما